یسنا هاتسی بند 11 گاتها سروده های اشوزرتوش برگردان شادروان بوبت فیروز آذرگوش است. ای مردم، هرگاه فلسفه شادی و رنج را که خدا مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید که دروغگویان و تبهکاران به کیفر دیرپا دچار و درست کرداران و پاکان از سود بی پایان خوشبختی بهره‌ور خواهند گردید، آنگاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نایل خواهید شد. برگردان جناب بهنام مبارکه این هست که ای مردم، این است آن دو فرمان آموخته مزدا: آرامش و ناآرامی، رنج و زیان دیرپای از برای فریفتگان دروج است و رستگاری و فروغ بیپایان از برای رهروان راستی. بیگمان در پرتو این آموزش به رستگاری و شادکامی خواهید رسید. خب اشوزرتوش اینجا داره آموزه دیگری میده، اون چیزی رو که دریافت کرده، این که آینده پارسایان و دروغمندان از هم جداست. این که قانونی بر جهان هستی حاکمه و اون قانون برای گروهی از مردمان آرامش میاره، برای گروهی ناآرامی. زرتشت به ما میگوید که برای دروغمندان، اونهایی که دروغ رو گسترش میدن و زندگیشون رو با دروغ هماهنگ میکنن، ناآرامی و ناخشنودی و حرمان و تیره‌جوزی برای مدتی دیرپا مقرر شده. اینها روح و روان خودشون رو آلوده کردند، شایستگی پیوستن به مینوان و فروغ مینوی و بارگاه مینویان رو ندارند تا اینکه پاک و پالوده بشند. ولی برای پارسایان و نیک کرداران، نیک گفتاران، آنانی که خودشون رو تلاش کردند در مسیر راستی و عشا نگاه دارند، شادمانی و خرسندی و امید بیپایان رقم زده خواهد شد. نکته بسیار مهمی که در این بند هست و بعدها در نوشته های زرتشتی و اوستا هم رد پای او رو می‌بینیم، این است که آنچه که بهشت نامیده میشه، زندگی مینوی سراسر شادی و شادمانی، بی پایان است، برای همیشه هست. ولی دوزخ یا زندگی همراه با ناامیدی و حرمان و سختی روحی بی پایان نیست، زمان داره، دیرپاست، ولی به پایان میرسه. این اندیشه که دوزخ یا اون حالت روحی توأم با ناامیدی و شکنج روحی دائمی نیست، جاودان نیست، در نوشته های بعدی زرتشتی و همچنین در خود اوستا هم آمده است. برای مثال در اوستای نام ستایش یا پنام ستایش یا ستایش یکتا خداوند، اینها اسمای مختلفی که اون اوستای کوتاه در خود اوستا داره، این است که میگوید که عاقبت اورمزد گناهکاران را نیز از دوزخ نجات خواهد داد، رهایی خواهد داد. هدف تنبیه مردمان نیست، هدف شکنجه مردمان نیست که اونها را تا ابد
در آنچه که دوزخ یا جهنم نامیده شده خداوند به عذاب بسپاره و شکنجه های وحشتناک بده، به خاطر اینکه بدی که کردن در این زمانی که در این دنیا زندگی میکردن. هدف پاک شدن و پالوده شدن روان مردمانی است که فراموش کرده بودند برای چه به این جهان آمدند و از کجا آمدند، چه پیمانی با خداوند داشتند و به دروغ رویدند و دروغ رو گسترش دادن. اینها روانشون تیره شده به خاطر بدیهایی که کردن، بیداد کردن، دروغ رو گسترش دادن، ظلم کردن و دیگر بدیها. روانشون تیره شده. این روان باید پالوده و پاک بشه. اینها مدتی رو در دروجمان به سر میبرند ولی نهایتاً از دوزخ نجات داده خواهند شد، برای اینکه اورمزد و خدای زرتشت و مزیسنا سراسر نیکی است. تمام آفریدگان خود رو دوست داره، انسانها رو دوست داره. کار اورمزد نیست که ما رو شکنجه بده و عذاب بده، اون هم برای همیشه، برای جاودان. شکنجه های بسیار بسیار سخت و دردناک، این ذات اورمزد نیست و برای همینه که اورمزد شرایطی رو فراهم میکنه که بعد از اینکه روان پالوده شد از ناپاکی ها و تیرگی ها، اون هم نجات پیدا کنه و به سرای فروغ و نور برسه. برای همینه که اشوزرتوش اینجا میگوید زمانی دیرپا نه جاودان، برای نیکی، برای بهشت، برای فروغ، برای بودن در گروسمان جاودان است، ابدی است. ولی دوزخ و جهنم، آنچه که جهنم نامیده شده بعداً در ادبیات امروزی ما، جاودان و همیشگی نیست. این اندیشه تفاوت بسیار زیادی با اندیشه های دیگری داره که جهنم رو همیشگی و همراه میدونن با عذاب ها و شکنجه های بسیار دردآور و عجیب و غریبی که حالا خداوند برای انسان ها طراحی کرده و برای ابد این شکنجه ها رو بر سر انسان ها فرود میاره. این اندیشه مزیسنی نیست، این اندیشه خدای ایرانی نیست، این اندیشه خدای زرتشتی و مزیسنی نیست و با اندیشه ما زرتشتیان و مزیسنان کاملا بیگانه است. این هم خلاصه بود از یسنا 30 بند 11. خدا نگهدارتون.